خب علیزاده هستم. فارغ التحصیل مهندسی هوافضا از دانشگاه شریف، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایش دینامیک پرواز و کنترل. توی این ویدیو قصد دارم که در رابطه با مهندسی هوافضا و معرفی رشته صحبت کنم باهاتون. چیزی که بیشتر به دنبالشم برخواسته از این بوده که یک سری مشاهدات در دانش آموزا یا افرادی که میخواستن سراغ هوافضا بیان داشتم و به این نتیجه رسیدم که نیازه که یک سری توضیحات و نکات در رابطه با این رشته داده بشه. من خودم الان در حوزه نرم افزار فعالیت میکنم و به عنوان پروداکت اونر، حالا پروداکت منیجر، گاهن فعالیت دارم و میشه گفت تقریبا یه 2-3 سالی میشه که از رشته هوافضا اومدم بیرون. ولی خب میگم هوافضا برای من مثل یک میراث همیشگی هست که اون بار علمی و تجربی و بینشی که در من ایجاد کرد همواره با من هستش. من هر وقت ازم کسی میپرسه که تو مدیر محصولی هستی که یا مالک محصولی هستی که هوافضا خونده، من پاسخم اینه که نه، من یک مهندس هوافضا هستم که الان کارم پروداکت اونر بودن یا پروداکت منیجمنت. و خب چیزی که شاید بشه گفت، من چون هم در صنعت فعالیت داشتم در هوافضا و هم دانشگاه، یه سری دیدها نسبت به این حوزه در من ایجاد شد که فکر میکنم با شما به اشتراک بذارم خیلی بهتر باشه. اون چه که حالا فکر کنم دوربین رو یکم عقب‌تر بدم که بهتر دیده بشه. اوکی. خب هوافضا رو شما وقتی، حالا شاید بهتر باشه از یه خاطره شروع کنم. یه روز در دانشکده هوافضا بودم نزدیک انتخاب رشته ها، انتخاب رشته کارشناسی. یکی از بچه های دبیرستان از طرف دبیرستانش اومده بودن برای بازدید از دانشگاه، آشنایی با دانشجوها، آشنایی با فضای دانشگاه. و یکی از بچه ها از من پرسید که خب هوافضا چی هستش؟ آیا شما اینجا هواپیما نقاشی میکنید؟ هواپیما، اون چیزی که من تو اینترنت خوندم گفته بود طراحی و تحلیل و ساخته البته هواپیما. خب برداشتی که کرده بود از واژه طراحی برداشت اشتباهی بود و فکر میکرد ما نقاشی میکنیم تو این رشته. خب از اونجا شروع شد و من به دنبال این افتادم که ببینم مثلا رشته‌مون رو تجربه کنم، بفهمم که چه خبره حداقل تو ایران. و خب بعد از یه سری اتفاقات از رشته‌م اومدم بیرون، ترجیح دادم که در حوزه نرم افزار فعالیت کنم که خیلی ها هستن که این راه رو ادامه میدن. اولین چیزی که میخوام شروع کنم اینه که هوافضا چیه. هوافضا در اینترنت اگه بزنید میگه مثلا یک رشته مهندسی هست که کارش طراحی و تحلیل و ساخت اجسام پرنده هستش. خب نکته اولی که اولا کار هوافضایی ساخت نیست، ما نمیسازیم، ما طراحی و تحلیل انجام میدیم. ما باید بلد باشیم که با اونایی که اهل ساخت هستن ارتباط مؤثر برقرار کنیم و این باعث بشه که یک محصول مثل هواپیما، فضاپیما یا هر چیز دیگه ای وارد بازار بشه، ساخته بشه و تولید بشه. خب چیزی که یعنی میخوام توضیح بدم بهتون در تو اینه که اصلا طراحی چیه، تحلیل چیه و چرا ساخت کار ما نیست. خب ببینید، در مهندسی طراحی نقاشی نیست. طراحی عنوانیه که در حوزه های مختلف استفاده میشه، از معماری، گرافیک، نرم افزار، معماری سیستم ها، اونجا طراحی سیستم ها داریم، طراحی تو هوافضا، طراحی تو مکانیک. عنوان طراحی بیشتر تو گرافیک و نقاشی و اینجور چیزا به گوش ماها خورده و وقتی صحبت از طراحی میشه فکر میکنیم یه سری مهندس نشستن دارن نقاشی میکنن. ولی در ادبیات مهندسی طراحی اینجوری نیست که شما نقاشی کنی. مهندس ها با اعداد طراحی انجام میدن و پارامترها.
خب طراحی که در مهندسی هوا و فضا مطرح هست، بحث خیلی عمیق فلسفی پشتشه. اینکه طراحی چیه، اینکه به چه چیزی میگیم طراحی، به چه چیزی میگیم کپی کاری، به چه چیزی میگیم مثلا هنر، و طراحی مهندسی چیه اساسا. کلی بخوام بگم در حد اینکه شما رو راهنمایی کنم که رشته حافظه چیه، مهندس ها در طراحی هواپیما، فضاپیما به دنبال این هستن که یک سری نیاز رو با استفاده از یک سری راه حل که اون راه حل ها از طریق شیوه های مهندسی و علمی بهش رسیده شده حل کنن، یا سری نیازمندی یا مشکلات رو حلش کنن که مربوط به اجسام پرنده است از قضا. خب این یک موضوع که کار هوافضا طراحی و تحلیل. تحلیل به چه معنا؟ یعنی آقا یک جسمی که میخواد بپره چه اتفاقی براش میفته، چه اتفاقی به فیزیکش میفته، یعنی چه نیروهایی بهش وارد میشه، نمیدونم چطوری تغییر شکل میده، چطوری میتونه سرعت بگیره، چطوری میتونه مثلا سرعتش رو کم کنه و خیلی چیزای دیگه. حالا این تحلیل و طراحی با هم دیگه ارتباط دارن، یعنی شما تصمیماتی که در طراحی میگیرید از تحلیل استفاده میکنه و تحلیل هم بر اساس تصمیمات طراحی میاد یه سری بررسی ها رو انجام میده. حالا تست پرواز داریم یا خیلی چیزای دیگه، ابزارهای مختلفی وجود داره توی تحلیل و تو طراحی از ابزارهای تحلیل زیاد استفاده میشه. چیزی که یعنی اگه بخوایم این ویدیو رو مناسب کسایی بکنیم که میخوان وارد رشته هوافضا بشن، میشه از جنبه‌های مختلفی صحبت کرد. شما به عنوان یک مهندس هوافضا کسی هستید که در رابطه با چگونه ساختن یک هواپیما نظر میدهید و تعیین میکنید که یک هواپیما یک مأموریت مشخصی رو چطوری میتونه ساتیسفای یا میشه گفت کامپلیت کنه، یک مأموریت رو تکمیل کنه. مثلا شما هر سیستم که باهاش میخواید کار کنید یک مأموریتی داره طبیعتا، مثلا الان لپتاپی که من جلومه داره فیلم میگیره ازم، برای یک مأموریتی طراحی شده، سایز صفحهش برای یک کاربردهای خاصی طراحی شده، کیبوردش مثلا جای دکمه هاش اینا همش برای یک سری مأموریت ها طراحی شدن. اینجوری نبوده که هنرمندا بیان بشینن، کاری ندارم، هنرمندا هم هستن که میان بهش قیافه خوشگل‌تر میدن، ولی تهش یک فرایند مهندسی هستش که این لپتاپ رو میرسونه دست من، همونطور که یک هواپیما رو میبره رو هوا و باید بشینه. در ایران مهمترین گرایش هایی که این رشته داره گرایش های پیشرانش، ایرودینامیک، سازه، دینامیک پرواز و کنترل و گرایش فضایی هستش. حالا یه سری چیزای دیگه هم بهش اضافه کردم. این که اینا چیان رو توضیح میدم بعداً. منتها الان چیزی که هدفی که من دارم از این شروع شد که بگم هوافضا مینلی، یعنی به صورت اصلی چی نیست و به صورت اصلی چی میتونه باشه.